سفرعلی نظرف باغپرور است. او 1 هکتار زمین گیلاس را در ناحیه حصار به اجاره گرفته است. ما مثال باغبان دهقان بازار به جای یافتن نمیتوند. میبریم و محصولات از زوریکتی هم میگیرن. سوداگرها خیلی هم فریب کتی هم میگیرن 1 برابر زیاد میفروشن خلق. مسافت این خواجگی های ناحیه حصار تا به شهر دوشنبه تقریبا 5-6 کیلومتر است، اما در این حدود وقتی که به بازارهای دوشنبه برده میشد نرخ 1 مرتبه حتی در بعضی حالت ها 3 مرتبه و 2 مرتبه زیاد می شود. حالا تنها گیلاس پروران نیستند که در روزهای رمضان دسترخوان‌ها را آرام می‌دهند و از محدودیت‌های راه یافتن به بازار شکایت می‌کنند. دهقانان کارتشک پرور و پیاز و سبزیکار هم عین همین شکایت را دارند. محمد رسول محمد قلوف طی چند سال است که در یک خواجگی ناحیه رودکی کارتشک کاری می‌کند. می‌گوید یک گروهی هستند که به سر زمین می‌آیند و از اینجا با نرخ ارزان خریده به بازار می‌برند و 2 مرتبه بیشتر نرخ گذاری نموده سودا می‌کنند. ها بازار ده همه جایا صاحب دارن. جا ایمن میگه بخیز میگه. بعد اسمش وای صاحبش میگه ایجا بگیر میگه ما سودا میکنیم سر میگه مال مهوی میکنم میگه. رئیس بازار همو پد چشماش هیچی را نمیبینه گوشاش کار میشوه. این نرخ‌ها از نرخ‌های همین دوره سال گذشته بلندند. کارشناسان بر این نظرند که فضای بازارهای دوشنبه را مافیایی که از حساب میانجیگران نزد دروازه‌های بازار، کارمندان ماموریت بازارها، ملیسه‌های منطقوی نزد بازارها و برخی از کارمندان حکومت شهر سامان یافته است تعیین و معین می‌کند. یک نیروی بزرگ مغلوب نشونده در تاجیکستان وجود دارد که نام آن مافیا بازار است. مافیا بازار است و این مافیا استحصال کننده را نمیگذارد که به بازار نزدیکی کند. طور تاجران و اقتصاددان ها میگویند چون این وضع تنها بستگی به بازارهای دوشنبه را ندارد، تقریبا در همه بازارهای کشور همین نحوه فعال است و مخصوصا با فرارسی ماه رمضان نرخ‌ها بالا رفته پس از روزه کاهش نمی‌یابند. مرزا نبی خالقزاد، امرالدین عالم، شهر دوشنبه، رادیوی آزادی.